خوش آمدید اکای اونا. مهمان ها در همین جوین؟ همین جوین. نخواد؟ بله. بله بخشش که دیر آمدم جان، از من خفه نشو. من میدونم که تو حتما از گناهی من میگذری. من اگر نمیبخشیدم تو رو به اینجا دعوت نمیکردم، اما تو باشی باز از پشت کلتا کلوسات دویده ایستادی. برای تو کارت ضرور است یا اینکه اویلت اونال؟ حاله لطفا بیا میرویم. زهرا تو رو در اونجا انتظار است. رفتیم. یگون چیز نگفت؟ نمیدونم، از خودش میپرسی. خوشبختی، شب بخیر. کمیسر اونال اینجا چیکار میکنه؟ خدا شکر. یزنا جان خوش آمدید. خوش باشی. یزنا جان مرا با بوجم شناس میکنی؟ ما از کی باز بوجه شده من؟ الله زند. در حقیقت بسیار شاد شدم. بسیار. داماد در کجاست؟ در همین جا بود موکی حاضر آید. خوش آمده. اینقدر برق خاموش کنه که بسیار کدامش باشد. چی شد؟ چی گپ شد؟ چی شد؟ نمیبینی برق خاموش شد؟ عجایب سوال میدی. چی گپ شده باشد؟ چی خیلی چی گپ شد؟ سیوت مرد. این برق از کجا خاموش شد؟ یک بگار سیوت زنگ نمیزنه؟ شوکت اینجا بیا. رفته راه گردی. این بختیار کجا شد؟ یک رفته برق رو میدیم. چی گپ شده میدونم عزیزم، قوای برق خاموش شد. خدایا چی شده باشد؟ این برق از کجا خاموش شد؟ آقای خلیل دستت رو گیر. ای برادر تو چیکار میکنی؟ چیکار کرده ایستاده شو؟ خاموش. خدا جزایت را دهد دیوانه. کمیسر اونال در اینجاست. چی گفتی؟ کمیسر اونال در اینجاست. او چیکار میکنن؟ او باز بوجه هم بوده است. چی بوده است؟ بوجه هم بوجه چیست؟ ای شوکت، شوهری دو اپا و خواهر رو بوجه میگویند. بوجه هم برآمد، دشمن هم بوجه هم برآمد. من این رو میدونم. اپای زورو همسر کمیسر اونال است. بله برادر، عیناً همین طور است. ها من این رو فهمیدم. تو چی خیلی؟ اوه شوکت بوجهت میشود؟ آغوزت رو بلند نکن. اونال بوجه ای تو بر اومد؟ عیناً همین خیل. برادر جان خفه نشو، صغیره به تقدیر بوده ای. این هم تقدیری بدی من. تو از وی میگریختی او باشد بوجهت بر اومد. چیکار میکنی؟ نمیدونم برادر، یک بلا کرده زود از اینجا نشدن در کن. تمام. کجا میروی؟ رفته در زیر درخت پنهان میشه. من از کجا میدونم؟ فهمو همین طور میکنیم. رو. ای خدا، همینش به من همین رسید. بختیار لبای آقای اکرم. لبای را یک سو گذار. نمیبینی قوای برق را خاموش کردن؟ حاضر دیده میبرویم. زود باش، زودتر باش. ای آقای اکرم، عجایب گپ میزنید. زیا کجا شد؟ همینجاست دخترم. 2 دقیقه به همدیگر نمیتوانیدن. خدا نگهتان دارد. زهرا داماد در کجاست؟ من هم حاضر این رو پرسیده بودم بابا جان، ممکن حاضر بیاید؟ یا خدا، باز دامادمان با یگان چقوری نفتد. ای خدا نشون ندهد. کفت و کپ کردن در کار.
داملا زیا زیا زیاودین جان زیا داماد ای توبه زیا! کردم خدا کجا گم شد زیا داملا زیا تو کاب کنه همه کس زیا! داماد 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 داملا زیا داملا در کجایی؟ برادر وضعیتمون خیلی بد است ای پسرم تو بلای جانم شدی رو گم شو از اینجا نمیرم برادر به زور نرو ببین کمیسر با تو بوجه شده است و پیشت آمده است من تو رو تنها گذاشته یگان جا نمیرم رحمت شوکت نمیارزد میارزم رحمت کلام فقط همه خیلی رحمت گوی بسیار با من کمک رسانده ایستاده نمیارزم اوه شوکت آروم باش من همراه هستم نترس خوی برق اومد. او قوه برق اومد با تو چی شوکت ها؟ چی؟ از قوه برق اومدن با تو چی فایده است ها؟ یا توبه داماد خدایا توبه کجا شد داماد آقای اکرم آقای اکرم برق خاموش کنک پرت افتاد برق خاموش کنک پرداخته است بله من به تو نگفته بودم که آن را عوض کن نگفته بودم گفته بدید آقای اکرم باز میگویم اطاعت جناب داماد یزدان در کجایید شما کجا شده داملا کجا گم شدی آخیر در کجایی تو زیا در کجایی تو این کارو بودین شرمندگی زهرا جان با فکرم خوبش به درون درویم الکی خنک شد پدرم بسیار خشمگین شدم امک جان شما درایید ما حاضر می آییم داماد پدر جان با اجازتتون به درون درویم ها رویم سلین شما به درون می در اومدید؟ سلین ای اینجا بیا زورا جون آروم باش آروم در یک اونجا نیست سلین آخر به کجا رفته باشد نمیدونم آروم دیوانه باش میشم آخر میشم بودت اگه زمین ندر اومده است تو در برو همین پیدا جاست کن در یا کجاست خدایا. در کجاست نمیدونم دیوانه میشم آرام شو آدم رو دیوانه نکن تو دانی و خدا مهمان ها رو میترسانی اگر نهایت چی من شرمنده میشم تمام چی کار میکنم آرام شو وزیر از یکون جو پیدا میشود زیا دامولا زیا تمام زور و بس کن وزیر دیوانه میشود زیا دیدی آرام شو جانم آرام شو مایلش آخر به یگان جو نگریخته است وزیر از یگان جو پیدا میشود خودت میبینی او نمی آید تمام عزیزم بس است بیا به درون میدرویم بیا زیا آرام شو زورو جون بس از زورو آرام باش وزیر پیدا میشود بس چی شد؟ اون نه سردارم بسیار تاریک است بهوده میکوبیم چیکار نیست باز یک بار دیگر نگاه کن سردارم آخر انصاف کنه چند ساعت شد ما جستجو داریم چند بار گفتم که با گفته های من جواب نگردانید ها در کار شود تا مردنتان تمام بحر را میکابید ای یک بار فکر کن داماد گریخته است عجبو ای داماد گریخته است مگر از این خیل اویلای بای میگریزند توبه کنید خانم تولی دوملوزیو به مال ملک شما کار ندارد او بسیار پول را به بیچاره ها خیر کرد و چشمش هم نپرید بسیار خوب به چشمی همه پرده پوشانده است گوی حلالش باد به خدا سردارم او بر اومد او را یافتید در یگان جا نیست چه خیل نیست حیوان چه خیل نیست تا کل تکلز را نیابید عذاب نبرای در را آبنا بهوده خودتان را زحمت داده ایستاده با آواز تیر ماهی ها میگریزند با تو چی فرق دارد برادر با کجایی که خواهم میپرانم این سلاح هم اجازت نامه دارد یگان گپ داری بگیر این را برادر
گم یخ کرد تا پلو داریم بین علفا میستیم. نمیدونم شوکت. یگان روحی حلش رو یفتن در کار. بلا زند. الو؟ این پلیس؟ زود باید اینجا کشتار رخ داده است. لابای الو کی؟ کشتار؟ چی؟ حاضر می اویم اونال؟ چی شد؟ بگو جو. عزیزم رفتنم در کار. عزیزم حیاتم در تپه‌ای که کیلاس خودش رو پرداخته بود جسد پیدا کردن. رفتنم حتمی. چرا مرا فهمیدن نمیخواهی؟ این ابله رفتنی نیست به فکرم. نمی رود از اینجا. برادرم ناامید نشو. کمتر پس می رود. کمتر صبر کن. رفتنی می بود که ایخو رفته بود شوکت. نمی رود لعنتی نمی رود. حالا می بینی برادرم. اونال لبای زنک جان. مایلش زنک جان. مایلش تو را من می اویم. این کار این خیل نمی شود. رفتیم. در کجایی زیو؟ پس کن. چرا چنین کردی زیو؟ آخر تو این خیل نبودی کو؟ در کجایی تو؟ در کجایی تو زیو؟ در کجایی تو؟ در کجایی تو زیو؟ بیا برادر رفتیم. آقای اکرم لبای ببخشید آقا مرا. تمام جا را گفتم اما متاسفانه نه داملازیا و نه مهمانش را نیافتم. چه نیافتی؟ نیافتم. میابی. هر یک کنج را گفته او را میابی. زود باش رو. خوب شده جناب. مادر این هم نقشه توست مگر؟ کنی بگوی؟ در اصل من این معجزه رو یعنی گم شدن دومولا رو از اویلمون بسیار میخواستم، اما من فکر هم نمی کردم که دعایم اینقدر زود قبول می شود. مادر اگر این نقشه شما باشد من شما رو اصلا نمی بخشم. اصلا. ملیس سفسطه نگوی. من 42 مردی بزرگ رو نابود می کردم. از دست شما همه چیز می آید.
غم خورده. دامولو اینقدر ثروت رو گذاشته به یگان جا نمی رود. داملو یک نغمه خر آدمی که نمیشوه. داماد مگر همینقدر قوت کرد؟ کمی بعد پیدا می شود. زورو رو به آسانی از دست نمی دهد. عاشقی کاری آسان نیست. میبینیم. دخترها زودتر اینها را به درون درارید. آقای خلیل، من در هیجان موندم. با خیالم فکرهای ناخوب آمده ایستاده است. فکری بد نکن برو. بار دیگر زنگ زنم. جواب ده تیستر. تو در کجایی زیو؟ در کجایی؟ خدایا به من کمک کن. در کجایی یادم؟ در کجا؟ برادر بیا رفتیم. در کجایی؟ در کجایی؟ زیا! چیکار کنم شوکت؟ چیکار میکنی؟ من با زهرو این طرف رفتار کردن نمیتوانم. او را پرتافته نمیروم. زیا! برادر کمیسر اونا را چیکار میکنی؟ نمیدانم برادر. یگان راهش رو حتما یافتن در کار. بی اخلاقانه گپ نزن. سرمون را در بلا نگذار. نه برادرم، این خیلی نمی شود. اما من در اینجا زهرو را تنها نمی گذارم. تلفنش جواب نداد. نبرداشت. من به بابایم همش رو میگویم. خب کن میشنوند زهرا. با دامولازی و خونه دار شویمون ساخته بود. برای همین او گریخت. همین خیلی میگویم. زهرا جان کمتر صبر کن. حالا میبینی دامولا میآید. اگر خواهی به حجرت رفته استراحت کن. تا بکی من او رو انتظار میشوم سیلین. تا بکی. غم نخورید آقای خلیل. دامولازیا کجای باشد میگوید. سردارم کفتن جسد به نتیجه برآمد. بی نتیجه برآمد؟ سردارم از دست آبازهای کنعانی دیوانه در بر هیچ چیز نموند. چی خیلی آبازه بچه. هر قدری که گفتن تا حال او را نیافتن محترم کمیسر. همیشه در کارهای من دخالت داری برادرم. در اینجا چیکار میکنی؟ محترم کمیسر، مرگ کلتا کلاس رو دیدن برای من حتمی است. لطفاً مرده یا زنده بودن همشهریم را بار آخر فهمیدن حق دارم. مرد. او مرد. فهمیدی؟ حقت رو گرفتی. تمام از اینجا روید. سردارم ما تا مردهش را نیابیم او را مرده گفته نمیتونیم. به یگان دلیل به ما آدم های بالا باور نمیکنه. احمق، تو هم دانا شدی.
باز تو احمق به من عقل یاد میدی؟ ای سردارم استغفرالله. ای بچه، برای این کار من حیاتم را بخشیدم، برای پلیس شدن حیاتم را فدا کردم. شما اینجا چی کار میکنید؟ دفع شوید. اینطور نگوید کمیسر، حالم را ببینید. وای آدم مرا مایوب کرد. تا جسدی او را نبینم با هیچ کجا نمیروم. کافت و کابی مرده کاری شما نه، کاری پلیس است. دفع شوید از اینجا، وگرنه باشد. بگذار کمیسر، گفته شما شود. میرویم. کلی بچه ها همه کس از آب باید، تستر زودتر همه کس باید بیاید برای. تو چی کار میکنی در اینجا؟ تو باید در مرکز باشی. تز رو. میلش سردارم، بدتر هم رو میروید. کلی زود باشید، همه کس از آب باید. زود باشید باید. دمت را گیر. خب چور چشمه ای احمق، سرم رو ویران کردی. باید جیم شین. زهرا باباید می آید. ای به خدا بسیار به قهر می آید. زهرا دخترم، در بینتان یگان واقع ناخوش رخ داد مگر؟ نه بابا جونم. زهرا، اگر این را از من پنهان داشته باشی نه بابا جان. نه. چی خیل؟ گویم نگو. در اصل بابا جان گلویم میخورد. بله، گوش دارم. جنگ کردید ها؟ بله جنگ کردن. من میدانستم این را. جنگ نه بابا جان، دیگر چیز. چی خیل دیگر چیز؟ این خیر؟ بسیار یک مشکلی بزرگ است. چی؟ زیو قهرمان. عجب جفتی عجیب. زیا جان عزیزم. اپا جان میبخشید، در خونه نان هسته؟ البته هست. کمتر نان میوردید، گرسنه مونده. نونی خوری که در برولایش روغن بود. نه همه خیل بیار، من نانی قاق میخورم. مایلش. بعد تو هم قهر دارم. آنها جنگ کردند و تو به من نگفتی. اگر به من میگفتی من به آنها توصیه میدادم. شما راست میگوید بابا جان، شما حقید. از خاطرم بر اومده است. در خاطرت زمان همین خیل شده است. همه فراموش خاطر شدن. این دفعه میبخشمت. داماد نخواد آدم در شب نیکاش گم شود. تمام چخوره ها را کافتیم، همه را در حیرت گذاشتید. جناب، شما در حقیقت رفت میگویید. ها مرحمت. ای سمبوسه آوردی که رحمت اپا. یک کار مهم بود. اگر نمی رفتم او مردنش ممکن بود. یعنی یک
شناسی نزدیکم در محله پیشتر کار میکردگیم در بلایش تخته افتیده بوده است. او با من زنگ زد. من رفته با او یاری دادم. و چرا با تو زنگ زد؟ یعنی باید با دکتر زنگ میزد. چرا تو رو تشویش داد؟ در حقیقت من هم با او گفتم که دکتر رو جیغ میزدی، من با تو چی یاری رسانده میتونم. بسیار بیماری سخت شده است. یعنی من این رو فهمیدم، در حال دویده با نزدش رفتم. خدا از شما راضی باشد دامولا. خدا به هیچ کس این حال را نشان ندهد. در حقیقت بسیار حادثه ناخوش بوده است. میدونیم ما هم با زهرا در اینجا حادثه ناخوش رو پس سر کردیم. تو رو خوب میفهمیم. کاش رو با خودت می آوردی بسیار خوب میشد. کی رو؟ لبای؟ شناست رو که به کمکش رفته بودی، همان رو. او حالش خیلی بد بود و من با او تنها، یعنی همراهش تنها با تلفن صحبت کردم و او با من گفت که حالم خیلی بد است. گفت با من پیش از مرگم صحبت کن. خونش دور بود. مرا گفت که با خونم نیا زیرا که با تو دور می شود. همین طریق تلفن جنازه او را خواندم. او مرد؟ کی؟ نه، من جنازهش رو نخوندم و او امر معروف کردم و او از خودکشی دست کشید. اما آقای اکرم بعد امر معروف من او گفت که من مردن نمیخواهم. داملا زیا، من مردن نمیخواهم. او را چلیاسین کردم و در حال شفا یافت. دامادی شیرم، تو آدم را از مرگ نجات دادی. بله. این 2 ساعت انتظار بودنی ما هیچ گپی ندارد. سلامت باشید آقا. برای انتظاریتان می ندارم. زهرا جان، برای اینقدر انتظار شدنت از تو عذر میپرسم. ببخش مرا. هیچ گپ نداره زیا جان. تو که حیات انسان رو نجات دادی. من نگفته بودم که او حتما می آید. بار دیگر از همتان عذر میپرسم. کیلاس کم بود که کنعان به سرمان بلا شد. کیلاس همه رو به خودش دشمن کرده است سردارم. 5335 مرکز 5335 مرکز 5335 گوش دارم. در تپه شاهین در ساحل بحر جسدی مرد افته شد و اون جسد رو به مردخانه فرستادیم. ما رو فهمیدید؟ خبر رو چخیر فهمیدید؟ فهمیدیم. 5335 مرکز. حالا باشه به مردخانه روانه میشویم. ای کاتا کیلاس، عاقبت به دستم افتادی. لوین زود به ماشین سوار شو. میلش سردارم. مهمانان محترم، مرحمت شینید، مراسم را دوام میدیم. از رفتنت بسیار ترسیدم. این مسئله رو پوشیدیم زهرا خانم. از کجا دانم؟ این خانه دار شوی ساخته ما تو باقی دوام میکرده باشد. نمیدونم. من به تو وعده داده بودم که این بازی رو تا آخر میبرم. اگر تو در جای من میشدی تو هم همین کار رو میکردی. همینطور نه؟ من در جای شما میشدم. عشقم، من در نبودنت تو رو چقدر یاد کردم. اوه جانکی من. بیا عزیزم. بسیار خرسند می نمایی. بله مادر جان. عقلت رو گم کردی. عقلت رو میلیس. بگذار که گفته شما باشد مادر جان. شوهرتون کمیسر پلیس است؟ بله کمیسر است. امشب می آمده باشه؟ ها، کمتر پیش هم اینجا بود اما با تلفنش زنگ زدن و برای کدام کاری عاجل بر اومده رفت. و همیشه عاجل به اینجا می آید، عاجلا به او زنگ میزنن و او عاجلا می رود. همه کارش عاجلی است. اما بابا جان التماس میکنم یا نادرست میگویم. ببخشید کمتر مانده شدم. رفته استراحت کنم. شب خوش. بابا جان چی کار کرده؟ چی دروغ گفتم؟
از برای کلتکی لیسی اخمق شده زندگی آنها آخر ویران می شود. آر شود. خوب استید؟ یزدم تا حال کلاس رو می کوبد. داماد شما کارش رو دست می دارد. شما باید فخر کنید. بله بسیار فخر میکنم اشتر. بابا جان کارش را دست می دارد اما به اپام تماما دقت نمی دهد. از کارش دیده باید همسرش را دوست دارد. برای همین اپام غمگین است. فهمو کشو به او چی شده است؟ شناخته نمی شود. در اتوبوس بارش کنید. تمام کردی؟ بله سردارم. امشب بهترین شب حیات من است. از همه قیمتترین گوهرم دخترم زهرا به شوهر می براید. بتشویشم کاش که رحمتی پدر و مادرش در این روز خوشبختیش همراه زهرا می بودند. قسمت همین بوده است. من همچون بابایتان همیشه کوشش میکردم تا که شما نبودن پدر و مادرتان را حس نکنید. اما چه که نباشد والدین دیگرند. دامولازیا نیز بی والدین کلان شده است. او هم مزه والدین را نچشیده است. برای همین زهرا را دامولا از من دیده خوبتر میفهمد. اکنون ما باز عائله کلانتر شدیم. دامولازیا به عائله مان خوش آمدی. تشکر. ای از حد گذراند. خدا قوش پیرتان کند. خوشبخت باشید انشاءالله. خدا خوشبخت شود. آمین آمین. با شما بخت میخواهم زهرا جان. میتوانم شما رو یزنه گویم؟ البته. مبارک شود یزنه جان. رحمت. خدا خوشبختی را نصیبتان کند. رحمت. الو. تکلیفت رو بار دیگر فکر کردم. من راضی هستم. لیکن زودتر کردن در کار. عالی جناب. امیدوارم موفق میشویم. 100%. من نقشش رو میکشم. شما تشویش نکشید. مایلش. زهرا جان تو رو خوشبخت دیدن برای من هم خوشبختی است. نمیدونم من هم شوهر کنم. با من یگون مسئله دیگه. ببخشید خانم. شما زهرا را ندیدید؟ کمی پیش با بیرون بر اومده بودن. تشکر. باشد. سلین توی سخته است که همه این کارهای کردم برای خورسندی بابایم. یعنی خورسندی تو رو دیده باورم نمیاد که همش ساخته است. سلین
من نسبت به دنبالازیو شبهه پیدا کرده ایستادم. چه خیل؟ یعنی تو فکر میکنی که او به تو عاشق شده است؟ با گمانم تو خطا میکنی. من فکر میکنم که آقای زیو دامولو است. او به تو عاشق شده نمیتواند. این کار غیر امکان است. بله عزیزم، من هم همین طور فکر دارم. دامولازیو از دیگر دامولوها به کلان فرق میکند. همین طور نیست مگر؟ یعنی چه خیل؟ پیانینو می نوازد. در طرف خانه مانند جنتلمن ها حاضر می شود و در آنجا مانند رقاص های پروفسیونالی می رقصد. لیکن به لباس پوشی من کار نمی گیرد. او چی خیلی دنبالاست؟ زورو جان، من هیچ نمیفهمم که تو چی میگویی. یعنی او دامادی ساخته است کو؟ ممکن دامولای ساخته باشد. سفسته نگوی زورو، چی خیلی دامولای ساخته؟ دیوانه شده ای مگر؟ راست میگویی، سفسته گفته ایستادم. میدونم. به او شبهه دارم، گفتم میخواستم. چی فکر داری؟ بسیار عیب است زورو. وای آدم برای تو شده خودش رو فدا کرده ایستاده است. تو باشی غیبت میکنی. اگر او این سخنهای تو رو شنود، برایت نگاه کردن یک طرف، هیچ وقت قدمش رو به اینجا نمیگذارد. من اونقدر گپی نگفتم که تو اینقدر واهمه کنی. برای تو شده آبرویش رو فکر نکرده هر چیزی که از دستش می آید کرد. برای خانه دار شوید با دامولو قریب همه خش و تبارت مقابل بودند. میلیس، تولین گفته‌هایشان رو فراموش کردی. اما چی شد؟ یعنی از پشت به دامولو خانه دار شویدتان خواستن تو رو پس زنن، ولی کارشون برار نگرفت. دامولازیو مخصوص برای شرمندن شدن آنها با تو رقص کرد. تو باشی دامولای ساخته گفته او رو پس میزنی. قندت رو زن سلین. من تو رو نفهمیدم. من به این هم میدونم. من چقدر به زیاد تشکر گویم این کم است. زورو جون، میدونی که او دامولو است، پس باید رفتارت، طرز لباس پوشیت مثل همسری دامولو باشد. البته دامولازیو ممکن است یگان گپی سخت گوید یا اینکه یگان نصیحت کند. این کار شدنش ممکن است، اما او دامولو است. اما تو رو میفهمانم نمیفهمی. گویا ما توی حقیقی داشته باشیم. توبه. او چی گوید؟ این رو پوش، اون رو نپوش، این رو بکن، اون رو نکن. همین طور. از پوشیدنی من اون ناراحت نیست. ناراحت می بود میگفت که این رو نپوش. و انتظار است که این کارو تو خودت میکنی و ممکن شرم دارد. نمیدونم ممکن دلت رو شکستن نمیخواهد. راست میگوید. زورو جان، تو هم کمتر فکر دامولو رو بکن. یعنی او برای آبروی تو رو در پیش آدما نریزاندن خودش رو فدا کرده است. پس تو هم کوشش کن که تو اینکه آبروی او رو هم برداری. درست میگویی سلین. آنا. به فکرت بسیار کشوده است؟ برای من گویی فرقی ندارد، اما برای دامولو بسیار کشوده است. به فکرم. ببین. مگر کوتاه است؟ بسیار کشوده؟ کشوده؟ برای من نه، برای دامولو. ساز است کو؟ تمام. گفته‌تان قبول شد. چی که نباشی با تو میزه بود. اکنون زورو جون، من به خانه میرم. چند روز میشد که در این جایم. مایلش عزیزم، خودت رو احتیاط کن. خودت رو نگاه کن. شب خیر. تشکر میگم بار دیگر. هیچ گپ نه عزیزم. آیسته های کن. کوتاه است مگر؟ کوتاه است یا دراز؟ کوتاه است. ای این دختر به همه چیز کار میگیرد. خانم زیرا؟ دامولازیو، من سلی را گسل کردم. این دختر آخر به خونهش رفت. توی گفته پریشان حال شده ای. در اصل من میخواستم درباره یک موضوع با شما صحبت کنم زهرا خانم. گوش دارم مرحمت. با تو معلوم است که در محله من یک دامولوی با احترامم. از تو خواهش دارم، یعنی تو حال با شما نگفته بودم که دل شکسته نشوید. یعنی کمتر به خودتون دقت میدادید. بله بله،
دقت میدهم. به خودم دقت میدهم. به چیزم دقت دهم. تو میدونی که من در اینجا دوملا هستم و من از برای تمام جماعت جوابگو هستم. مقصد این که لباس پوشی و شیشتن و خیستنت رو با آداب نکن، چون که لباس های تنگ و کوتاه رو دیگر نپوشی که اعتقاد مردم از دوملا بودن من میگردد و ساخته بودن تویمون رو نیز نمیخوام که کسی ببخشید، من بفهمد. آید این فکر نکرده بودم و از این پس به لباس هایم دقت جدی میدهم. تشکر زیاد. گردن شیطان رو شکستی. نمی ارزد. شب خوش. شب بخیر. دوملوزیو لبه باز دوباره به یگانجا گم نشوید؟ نه، به خبر به یگانجا نمی روم. خواطر نباشه. از همه دور تو طهارت خانه یا مسجد می روم. تمام. تو اونجا باشد اونقدر دور نبوده است. خیر، شب خوش. شوخی و شوخی توانستمش. قنات زن کلاس. خواب کن شوکت. خواب مثل فرشته ها خواب است. استاد هجری؟ استاد هجری؟ استاد هجری تو دانی و خدا یک بار سوال نداده صبح بخیر بگو آخر. صبح بخیر استاد، من سوال دادنی نبودم. یا خدایا سوال نمیدادی؟ خدا پدر و مادر زنده‌ات رو رحمت کن. استغفرالله استاد، خدا از شما راضی باشه. مقصدت رو گپ زن. استاد به مسجد تفتیش آمدن، شما رو پرسیدن چی گفتنمون رو ندانستیم. برای تفتیش؟ چی تفتیش بوده است؟ استاد این خیلی تفتیش ها رو یک یک میگذرونم. آخرین بار کی اومده بودن؟ تقریبا استاد 6 ماه پیش اومده بودن. 6 ماه؟ فهمو هجری رفتیم. استاد ها استاد سوال نداشتم، لیکن حاضر به سرم سوال آمد. آخر آمد. استاد مثلا شیطان در یک ثانیه دنیا را 7 مرتبه دور میزده است. او اینقدر تیز بوده است، پس ما از او چه خیلی گریختن میتوانیم؟ نویس ما از شیطان هرگز نمیگریزیم. تو کنفو مشق کن، بعد شیطان از تو میگریزد. رحمت استاد. از شیطان نترس و کنفو مشق کن و بعد شیطان از تو میگریزد. هر آدمی که کنفو مشق کند او از شیطان نه، شیطان از او میگریزد. استاد 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 مرا فراموش کرده. آقای خلیل، این دوملا کجا شد؟ و چند قدر شد ما رو انتظاری بکشیم؟ ایرج حاضر می آید. آنا نامش گیر و گوشش کش. سلام علیکم. خوش آمدید دوملا. با مسجد به تفتیش آمدگی مفتش شماید محترم؟ نه دوملا، ما سرتراش محله یا شخصی که از مفتیات برای تفتیش آمده بود پدرش گذشته است. زنگ زدن عاجلا به همونجا رفت. شکر خدا. خدا رحمت کنه. خدا رحمتش کنه. دوملا یک امر معروف میکرده. باز امر معروف؟ استاد ما تشنه سخنهای شما هستیم. دوملا آخران مراتبه که امر معروف کرد از یادمانه میرود. مرحمت برایتان. استاد بعد از شما. هجری تابوت خانه جورخان آوردن. بله آقای خلیل، در انبارخانه است. برادر، این چی مسجدی بود که من در اینجا افتیدم؟ امر معروف گویا که امر معروف کردن اینقدر آسان باشد. حتی امامشون رو نمیدونن که است. خدا مرا رو بخشد. بله محترم جماعت، اگر شیرینی امر معروفی پیشتر در خاطرتان باشد، امروز هم خیال شما رو با امر معروف شیرین میکنم. کنی باز ببینیم در قسمتتان چی هست.
محترم جماعت، موضوع امروزه رو با خوندن یک شعر آغاز میکنیم. اکنون با دقت گوش میکنیم. اولین کلمه که مادرم به من نشان داد الله بود. خداوند تعالی به من از همه دیده نزدیکتر است. مادرم به من خیلی نصیحت میکرد: پسرم چنان تبسم کن که از تبسمت کسی آزار نیابد. قیامت پیش روی شما و مرگ در پشت سر شما را میراند. شما سبکبار شوید تا اینکه به آسانی برسید. همانا آنهایی که رفتند در انتظار رسیدن شمایند. جوان مردی که جوانیش را در اطاعت خدا صرف میکند او را خداوند به نهایت دوست می‌دارد. نیرومند کسی است که بر هوای نفسش پیروز گردد. ای فرزند آدم، تو خواهی مرد سپس محشور میشوی و در پیشگاه خدا برای سوال کردن دعوت خواهی شد. پس برای پروردگار جواب آماده کن. علی درود خدا بر او فرمود: روز انتقام گرفتن از ظالم سخت‌تر از ستمکاری بر مظلوم است. همچنین درود خدا بر او فرمود: اگر انسان اجل و پایان کارش را میدید با آرزو و فریب آن دشمنی میکرد. اسلام انسان را تنها به نکویی دعوت میکند. پیامبر درود خدا بر او و با آلش رنج بی اندازه کشید تا انسان را از جاهلی و از سرگردانی رها ببخشد. پیامبر درود خدا بر او همچنین فرمودند: با مردم آنگونه رفتار کن که اگر زنده باشی با مهر و اشتیاق به نزدت بیایند، اگر مردی برایت اشک بریزند. خداوندا به درگاهت بنالم، همیشه هستی تو آگاه ز حالم. خداوندا گناهانم ببخشا که من یک بنده آشفته حالم. بله محترم جماعت، امر معروف امروزمون رو در همین جا خاتمه میبخشیم. خدا از شما راضی باشد دوستو. زورا جان راحت باش. نیکو به یگان مشکلی گذراندیم. اکنون توی مانده است. ای بابایت چطور خرسند شد؟ وای باز زیادتر به زندگی دل بست. بله بابایم بسیار خوشبخت شد. دلم به دومولوزیا می سزد سلیم. با جای توی حقیقی عمرش رو برای من شده صرف کرده ایستاده است، مثل که زندگی بازی باشد. وای به آدمان یاری رساندن را دوست می دارد. یعنی مسلمانی حقیقی بوده است. فکرهای آنها از ما بسیار فرق می کنند. نه خود عزیزکم، تو از کجا می دانی؟ البته همین خیل. اگر این خیل نمی بود به این کار روزی نمی شد. برای یاری دادن ساخته شده است، یعنی برای ثواب گرفتن.
به خدا اگر به جای او می شدم به این کار راضی نمی شدم. اصلا به این بازی داخل نمی شدم. خدا را شکر که تو به جای زیون نیستی. اگر تو به جای وی می بودی تا حال دامادی ساخته می گفتیم زورا جان این خیلش رو نمیابی، باور کن. برای من مانند او نیستم. دومولوزیو سخاوتمندی و روزقبلی رو دوست می دارد. میدونی که چشمی همه به سوی تو هست. میدونم سلین جان، هر دفعه این رو با من گفتن لازم نیست. هر چی کار کنم به چشمونم هیچ باور نمی کنم. یعنی مقصدم با دقت بودنی تو است، به همین معنا. سلین جان این رو میدونم. این بازی رو باید فوش نکنیم. باید تا آخر این سر رو فوش نکنیم. مرا زهرا میگوید و من باید بابایم، اپم و تمام محله رو با دوست داشتن زیا باور کنونم. همه باید گمان کنند که من زیا رو خیلی دوست میدارم. انا همین خیلی زورو اولی به خدا کی؟ خدایا همه چیز رو بیرون کرد. ما این آدم رو نمیشناسیم، حتی نمیدونیم که کی هست. انسانی خوب است، دزد است، راهزن است، بیعقل است. خدایا ینگه بس از توپ خوردنت سرم رو درد گرفت. مرا عقلم نمیگیرد. قدر خواستگارها رو رد کرد. چقدر به این دامولا عاشق شده؟ حله جان، آدم جای ربغنی رو یافته است. کی میداند که او زهرا رو چخل فریب کرد؟ نمیفهمم چخل اما که اکرم او رو به خودش نزدیک شدن اجازه داده است. به فکر من در آخر میفهمد که این دامولا دوست داشتهش نیست و او رو میراند. عزیزم تو هم بسیار ساده ای. کی میفهمیده باشد آخر حله جان؟ دیشب انگشترین های پدر و مادرت رو برآورده به انگشت های زهرا و دامولا انداخت. این اشمایلش چرا در توی تو آن انگشترین ها رو نه انداختند؟ تو یگان بار نپرسیدی؟ نه، چون که زهرا با بابایش نزدیکتر است و حالا میبینی شوهرش هم از تو دیدن نزدیکتر میشود. فقط اون رو پس میزد اما زیا رو تعریف میکرد. بابایت همین میراثش رو به دامولا میگذارد. تو چی سفسته میگویی ینگه؟ من در فکر خوشبختی خواهرمو تو باشه چی ها میگویی؟ تو عجب فکرهایی داشته به تو تن دادم. البته اینها همه‌شان ساده. درباره کالتا کلاس در اینجا حقیقتا چه گپی دیگری هست؟ گمانتان 100% درست است سردارم. من هم همین را فکر دارم. تو دیوانه هستی؟ بگو تو دیوانه هستی؟ زود در حجره کار پیدا میشوی. سردارم من اینجا آمدم که این مسئله رو با شما دو کاسه تستر حل کنیم. حاضر یک شپاته میزنم عقلت رو گم میکنی. با من عقل نشان میداده است. تو اول فکر کنی رو یادگیر ابله. السلام علیکم. جسد کالتا کلاس رو یافتید؟ یافتم یا نیافتم؟ با تو چی؟ تو کی هستی که دستک زده به اینجا میدرایی؟ چه خیل گپ کمیسر؟ ما آیا بیگانه هستیم؟ چه خیلی نباشد هر دویمون یک آدم رو جستجو داریم. کالتا کلاس مرد گفته دوستیمون رو کندید؟ مایلش با من جسدی او را نشان دهید کمیسر. تو کی هستی که جسدی او را به تو نشان میداده؟ خودت را حرمت کن، برو از اینجا. بینید کمیسر، او آدم به سرم پرانده بود، به سرم. لطفا مرا بفهمید. آن جسد را به من نشان دهید. آخر جسد کالتا کلاس رو بینی هیچ چیز عوض نمی شود، چون که روی آن جسد بسیار هم فرسوده شده است. یعنی شناختنش نمی شود، حتی یگان جای آبادش نمانده است. سردارم کلاس یک جوره داشت که نامش شوکت. اگر ما شوکت رو به اینجا بیاریم شاید او به ما در این باره معلومات داده تواند. تیر شکیده گذشت از پیشونیتون. تو کی هستی ها؟ خودت رو حرمت کن، برو از اینجا. شکیده گذشت. دیوانه، با سرم بلا شدی. با زوریش رو بین. بوی جور رو. شوکت، خیز.
خیز ساعت 1 شد. صبح بخیر برادر. چی خیل صبح خیز. میخیزم. خوراکتان رو به جایگاهتون بیارم رئیس یا در بیرون میخورید؟ به خدا برادر این خیلی چیزها رو در کینو میدیدم. همیشه آرزو میکردم که در زندگی ببینم. حاضر من به تو آرزو کردن رو نشون میدیم. سحر تا بیگاه عمری عزیزت رو در خواب میگذرانی. زود برخیز. ما اینشا نخیستم برادر. یا پیرم. یک دو روز میشود که خواب میبینم. چی خواب؟ وضعیت همون طور بست. باید زودتر از اینجا گریخته رویم. سفسطگویی رو بس کن شوکت. ما با کجا میرویم؟ کلاس تو مگر نمیفهمی که کمیسر رونال یزنجانی زهرا بوده است؟ آخر یک بار میگریزی، دو بار میگریزی، عاقبت به دست میافتی برادر. با خدا با غیر از گریختن دیگر راه نداریم شوکت جون. اما با زهرا فاتحه کردیم. دیوانه من این دختر رو چیکار کنم آخه؟ دختر رو در نیمی راه پرتافته روم؟ تمام برادر. کمیسر رونال رو چیکار میکنی؟ یگان راه دیگر داری؟ او آدم تا جسدی تو رو نبیند در حیات از جستجوی تو دست نمیکشد. یگان راهش رو میابیم. کمی صبر کن. این چی است؟ چه؟ تلفن در اینجا. من 3 روز شد این رو میکوبم. با خدا من هم چند روز همین رو میکفتم. در اینجا بوده است. بجا شده است. کی باشد؟ لبای شما کی هستید؟ من هستم. من نیستم. شما کی هستید؟ در کجا؟ او مرده است؟ کی مرد؟ کی است؟ چی خیل جسد؟ شوکت؟ چی شد برادرم؟ کی مرده است؟ تو بغیر از من باز کی رو داری؟ از همه آدمی دوست داشتم. شوکت مرا دیوانه نکن. بگوی که کی مرده است؟ جسدی تو رو پیدا کردن. من اکنون به تو چیکار میکنم؟ سفسطگویی رو یک طرف گذار. چه خیل مردن؟ در پیشت هستم که نمیبینی؟ پلیس گفت که او مرده است. مگر کارگر دولت دروغ میگوید؟ آمده جسد برادرت رو بین گفت. کی میگوید؟ پلیس زنگ زده گفتی جسد کلتکیلس یافت شد. آمده جسد او رو تشخیص کن. صبر کن. حاضر پلیس به تو زنگ زد؟ بله. کلتکیلس مرده است گفت؟ بله. یا خدایا مردم. من مردم. یا خدایا من مردم. آخر من مردم. این رو بین. فرصت به دستمون آمد شوکت. مردم. من مردم. توبه استغفرالله. جینش بیدار شد چی برادر؟ تمام شوکت. گوش کن برادر. در حال رفته جسد رو عوض میکنیم. علش وقتی که جسد رو دیدی گویی که بله این کلتکیلس است. مجبورن گریه کن. خودت رو به زمین زن تا که باور کنن. چی کار میکنی بکن. در اینجا نه دیوانه. در اونجا گریه کن. رپتیسیون دارم. مزیبا. تمام. لیکن برادر یک مشکلی دارم. از مرده بسیار میترسم. مرده حشرات رو دیدن نمیتوانم. جسدی فرسوده تو رو چه نگاه میکنم؟ یا توبه شوکت. یا خدایا مجبور میشوی که نگاه کنی. تو این کار رو نکنی یا از طرف کمیسر رونال دستگیر میشوم یا کنعان دیوانه مرا یافته با اون دنیا میفرستد. فهمیدی مرا؟ با اونجا رفته. این کلتکیلس گویم کمیسر رونال باور میکنه؟ برادر اگر باور نمیکردن تو رو با اونجا دعوت نمیکردن. تو رفته تشخیص کن. اون طرفش رو با من گذار. چی خیل؟ گوش کن. تو رفته جسد رو میبینی. خیر چی کار کنم؟ دیگر چاره‌ای ندارم.
چه هفته شما با چدار اوی بارگو چخل پرو